مطابق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 2 برابر نرخ بیکاری کل است. کرمانشاه و چهارمحال بختیاری همانند گذشته بالاترین نرخ بیکاری را دارند. بنا به آمار رسمی، نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر میانگین کل بیکاری در ایران است. از چنین نرخی معمولاً به عنوان زنگ خطر و شاخص بحران بازار کار تلقی می شود. نرخ بیکاری بیش از 27% جوانان چیزی بیش از میانگین نرخ بیکاری جوانان در سالهای قبل است و نماد این امر است که توان اقتصاد برای کارآفرینی برای نیروی کار جدید کندتر خواهد شد. شواهد گوناگونی بر ادامه این روند در سال آتی وجود دارد، از جمله اینکه طبیعی است با کاهش درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال جاری و سال آینده موتور اقتصاد دولت محور ایران که نشاط خود را از درآمدهای نفتی میگیرد کند خواهد شد. با افزایش بیکاری، میانگین قدرت خرید و همچنین سطح تقاضای عمومی هم کاهش یافته و این حتی واحدهایی که کالاهای پایه و اساسی را هم تولید و یا عرضه می کنند تأثیر خواهد داشت و فروش آنها را کاهش و بر نرخ اشتغال این واحدها هم تأثیر منفی خواهد گذاشت. با کاهش تقاضای عمومی، بیکاری به شکل زنجیره‌ای توسعه خواهد یافت و به اصطلاح بیکاری خواهد آورد.